هیچی خوراکی ندارم بخورم. تو چه زهی هستی هیچی برای من خوراکی نمیسونی؟ بیا دایی جان این همه خوراکی برات خریدم. آلو چه زدی بازم؟ اگه راست میگه از این شکلاتای خارجی که مامان و اینا دیشو داشتن میخوردن بسون برم. شکلات خارجی؟ ها دیشو نصفشو اومدن برن گیش کنن رفتن تو اتاقشون تا من دیدم قایم شدم. مامانو رفت زیر پتو. بابا من دو شکلات خارجی رو وا میکرد. بعد مامانو گفت قایم نشو که دیدمت. گفت از زوری بیاو بیرون. شکلات خارجی نبوده دایی جان. و چه بود؟ چقدر تو فضولی. من رفتم چی معلممونم کار گفتن گفت هیچکی نباید بفهمه. مامانتینا داشتن برای خدا نامه مینوشتن که یه کاکای گیرت بیاد. وای وای آبرومونو بردی صدیقه. چقدر تو فضولی دختر. تازه یه بارن کاکای کوچیک گندیده بودتشون نصف شب داشتن با مامانو هنده میزدن. مامانو رفته بوده رو بابان داشته خفش میکرده. تازه دوستم به معلممون گفت مامانش یه بار با همین شکلاتا براشون بادبادک درست کرده بوده. فقط میگفت بادبادک گردلکی نبوده درازی بوده. صدیقه جان دایی جان این مال بزرگتر است. مال با ماماناست که بخورن بچه دارشن. خب زمان بخورین. نمیشه که دایی جان. خدا چرا از اون شکلاتانی بخوری که بچه بره تو کمه؟ من نمیخوام. برای چی نمیخوای؟ میدونستی باباها پسر میزاین مامان و دختر؟ چی میریم جلوتر که داری خوشگلتر میشی